کس جواب نمیتیه. فردوس قنش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم، یعنی پرابلم ندارم. بعضو مسلمان نکشته است. این قدر یعنی کیف میکنم من در خبخ زده سای میگم که همین یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم، والله قسم قطعا یهودی من آمادم برای همکاری کردن تا و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارت اسرائیل آماده هم برای دادن. چقدر فهمیده؟ من آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم، بزرگترین سفارت دنیا را برام با همین نتانیاهو را بکنیم. من آمادم، من راضیم. علاقه زید چی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطر چی؟ به خاطر میگم را پرابلم ندارم. با یگان یهود پرابلم ندارم. با تکرار کرده هستم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم که برند تاجیکستان آزی جهاد مقصد کنیم که نه که باید